سلام، اسم من یاسی، 23 سالمه، خرم‌آباد زندگی میکنم. راستش 2 ساله که میخوام یوتیوب رو شروع کنم، اما کمالگرایی و اهمال کاری البته نمیذارن که من حتی یه دونه ویدیو شورت حاضر کنم و آپلود کنم تو یوتیوب. امروز الان ساعت 6 صبحه و امروز با اینکه از دیشب نخوابیدم و الان تصمیم گرفتم که بیام و بدوم، تصمیم گرفتم که یوتیوب هم شروع کنم و به مدت 90 روز بدون فکر کردن به هیچ چیز، بدون فکر کردن به اینکه کیفیت دوربین خوبه، قیافم خوبه، محتوایی که دارم میسازم به درد بخور هست یا نیست، یا درست هست یا درست نیست، فقط آپلود بکنم، فقط ویدیو رو بگیرم از خودم و آپلود بکنم. توی این 90 روز هر اتفاقی که افتاد مهم نیست، فقط انجامش بدم و بعد از اون پیش بریم ببینم چه اتفاق میفته. از روتین روزانم بذارم و همین. خلاصه که قرار نیست چیز خاصی ببینم، شاید این فقط برای خودم باشه، حتی همین. فعلا